السلام علیکم و رحمت الله و برکت. برادران و خواهران مهربان من، بنده امروز خواستم برای اون جوانان و دختران و اون بچه‌هایی که اساساً در سامانه‌های اینترنت و علل خصوص در این سامانه‌های اینستاگرام گروه‌های فساد خود را دارند و در اون رسم‌های دخترها و زن‌های بی‌ناموس گرفته پهن می‌کنند، با آنها یک دو سخن داشتم. دوستان خوب، در خاطر دارین که وعده الله سبحانه و تعالی این است که کل نفس ذائقه الموت، هر یک تنه زنده چشنده مرگ، و بعداً پس از مرگ شما هیچ کس اون کاری فسادی که شما در سامانه اینترنتی گذاشتید نیست نمی کند. برای همین پیش از آن که این رسم‌های فساد را میگذارید، از عذاب قبر، از شرمندگی روز محشر یک لحظه خوب فکر کنید، چون که یک کاری فساد شما سبب می شد که یک عائله ویران می گردد. برای این به شما یک قصه کوتاه میگویم که قصه واقعی است. خوب گوش کنید و اندیشه کنید. دو دوست بودند در جمهوری عرب. قصه واقعی. آنها مثل برادروار به حد یکدیگر را دوست می داشتند و هم وقت با یکدیگر مصلحت می کردند. و یکی از این دوستان در سامانه همین اینستاگرام ما و شما یک سایت خود را داشت. در آنجا رسم‌های دخترها و هر خیل فساد را پهن می کرد و آن زیاده از 1,000,000 و چند نفر آبونه داشت. بعداً روز این انسان وفات می کند و بعد این پس از اون که دفن میکنن 3 روز در خواب دوستش میدراید، میگه مرا کمک کن، مرا رها کن، مرا رها کن. نزد مولا میرد، میگه حضرت دوستی من وفات کرد و 3 روز که به من این خیل خواب میگردد. گفت دوست چی کار میکرد؟ دوستم و غیره و هاکذا این خیل عمل داشت. میگه برای همون سامانه‌ای که داشتن نیست کنین. این دوستش با یک مشقت زیاد میرد اون سامانه‌ای که داشتن نیست میکند. بعد از این وقتی اون رسم را با یاری برادران نیست میکنن، دیگر اون انسان مرده آرام بگردد. دوستان من، این دنیا دنیای دو روزه. از هر یک ما و شما به هر یک سخن، به هر یک اون عملی که میکنیم، یا که جزا یا اینکه مکافات است. در بسیار سبت ها گفتیم الله سبحانه و تعالی میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. شما یک انسان را شرمنده کردین، روز محشر شما نیز شرمنده میشین. شما یک عائله را ویران کردین، روز محشر از اون زیاده عذاب و مشقت میبینین. به هر خیل دخترهای فساد پیروی نکنین، چون که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت من تشبه بقوم فهو منهم. شما که با اون دخترهای پلید و اون انسانهای فساد پیروی کردین، روز محشر همراه همونها میخیزین. نعوذ بالله. الله تعالی کل ما و شما را هدایت کنه و از خودش بیگانه نکند. و السلام علیکم و رحمت الله.